کسی که بیشترین فشار رو توی خانواده تحمل میکنه نه مادره، نه پدره و نه حتی دختر خانواده، بلکه پسر ارشد خانواده است. پسر ارشد خانواده خشمی رو حمل میکنه که هیچ کس متوجهش نمیشه، چون که از اول بهش گفتن باید محکم باشی، باید بتونی بار همه چیز رو تحمل کنی و هرگز اجازه ندی کم بیاری. پسری که بهش گفتن مرد که گریه نمیکنه، تو باید تکیه‌گاه باشی و اون کم کم بار همه چیز و همه کس رو به دوش کشید بدون اینکه کسی بفهمه داره زیر این بار خم میشه. هیچ وقت اجازه نداشته خسته بشه، اشتباه کنه و یا حتی فقط بگه سخته برام. ازش توقع داشتن موفق بشه، تأمین کنه، محافظت کنه، بی اون که بپرسن خودت چی میخوایی. اون مرد شد، ولی تو این مرد شدن حق بچگی، اشتباه، ترس و آرزو کردن رو از دست داد. گاهی لازمه به اون پسرایی فکر کنیم که همیشه محکم به نظر میرسن، نه چون چیزیشون نیست، بلکه چون هیچ کس بهشون اجازه نداده صداشون شنیده بشه. این کلیپو بفرست برای اون پسری که همیشه محکم بوده و تکیهگاه خانواده است، تا شاید بشه براش یه دلگرمی.